آقا قلعه حسن خان؟ بله مسیرم، بفرمایید. فقط خواهرم اگه عجله نداری من وایسم 2 نفر دیگه هم سوار کنم. نه مشکلی نداره. سلام جانم مامان، خوبی؟ تازه کلاس اومدم دارم میرم خونه. هوا مثل همیشه مسخره است. بابا کاری ندارم که بعدم باهاش حرف میزنم. آخر هفته بلیط خریدم دارم میام. باشه فدات شم، خداحافظ. ببخشید من قصد فضولی ندارم و ناخواسته صدای صحبت شما مادرتون رو شنیدم. چه خواهش ازتون بکنم؟ بفرمایید. راستش من که دانشجو بودم زنگ میزدم خونه، فقط با مادرم حرف میزدم. یادم به مادرم گفته بود وقتی زنگ میزنه فقط با تو حرف میزنه، دلم برای صداش تنگ شده. الان راستش من دلم برای صداش تنگ شده که زیر خاکه و صداش به هیچ کس نمیرسه. خواستم بگم بابا خیلی مظلومن، اصلا دیده نمیشن. حواست باشه برای شما هم دیر نشه.